وضع اجتماعی اقتصادی اهالی سال به سال بهتر گردیده همکاری کارمندان ساحه تندرستی با اهالی خصوصا یکدیگر فهمی طبیبان اولیوی با مادران و کودکان آنها زیج به راه مانده می شود. در دهه کمک و دستگیری غذای سالم که از جانب وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان از 1 تا 10 آگوست در کشور تحت شعار شیر مادر در حالتهای فوق‌العاده حیاتاً مهم است پیش بینی گردیده است، در تولدخانه شهری شهر خوجند نیز چاره‌بینی فهماندهی تشکیل و برگزار کرده شد. در این مؤسسه ساحه تندرستی امروز متخصصان صاحب تجربه فعالیت نموده برای سالمی کودک و مادر تدبیرهای ضروری را راه اندازی می نمایند. مسئله سالمی مادر و کودک چون همیشه در محور توجه دولت و حکومت خاصه پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان قرار داشته شرایط برای مادران در تولدخانه مهیا کرده شده است. تامین بودن مادران و کودکان با غذای سالم که بر رشد همه جانبه آنها مساعدت می نماید، کارمندان و متخصصان همه روزه مسئله مذکور را ترغیب می نمایند و از روی دستورالعمل‌های معین گردیده کاربری می کنند، زیرا برای کودک بهترین غذای طبیعی و سالم شیر مادر می باشد. متاسفانه بعضی از مادران از دادن آن خودداری می کنند. از این رو بسیار مهم است که هر یک بانو و دختر که آینده مادر می شود درباره اهمیت شیر مادر بیشتر معلومات گیرد. ورقه‌های اطلاعاتی به زنان تولد کرده و حامله‌داران تقسیم کرده شده. در آن مهمیت شیر مادر، ترکیب و اهمیت غذای سالم درج گردیده است. برگزاری چاره‌بینی‌های ترغیباتی و فهماندهی در دهه کمک و دستگیری غذای سالم محض به همین مقصد پیش بینی گردیده است. در تمام جهان از 1 تا 7 آگوست هفته دستگیری شیر مادر برگزار می‌گردد. در جمهوری تاجیکستان از سال 2001 این جانب این معرکه همچون دهه دستگیری شیر مادر از 1 تا 10 آگوست دایر کرده می شود. متخصصان مرکز تشکل طرز حیاتی سالم یک جایه با کارمندان مؤسسه‌های طبابتی ناحیه باباجان غفورov اکسیه بخشیده به دهه دستگیری شیر مادر بهره پیشگیری بیماری‌های گوناگون را راه اندازی نمودند. در بیمارخانه مرکزی و منطقه خسته‌ورزی ناحیه به مادران، زنان تولد کرده و بانوان قابل تولد اهمیت شیر مادر و درست انکشاف یافتن نوزادان و کودکان معلومات داده شد. در هفته چهاربینی ترغیباتی اطلاع داده شد که دادن شیر صنعی به کودکان ضرر داشته. کودکانی که از همه بیشتر شیر صنعی استعمال می‌کنند تا 10-15 مراتب زیادتر به بیماری‌های سرایتی معده روده و بیماری‌های شدید راه نفس گرفتار می‌شوند. 10 روز ما اکسیه ها دکان سلامتی گذرانده با مردم اویده انمی فایده شیر سینماکونی گفته میدهیم. یعنی هدف از گذراندن چنین معرکه ها این بلند برداشتن سطح طبی اهالی می باشد. شیر مادر تمام مواد غذایی و آبی رو که شما به طفل میدهید در دوام 6 ماه اول حیات تامین میکند. ضرورت دادن یگان نوع شیر غذا یا نوشاکی حتی یک قطره آب هم لازم نیست. البته کودکان را با شیر صنعی کلان کردن ممکن است، لیکن دانتان آن نفرانی که شیر طبیعی یعنی شیر مادر رو میمکند آنها با بیماری ها کم گرفتار میشوند. بنابر همین هم ما توصیه میدیم که تا توانسته حرکت کنند که شیر سینه به کودکانشان دهند. شیر سینه یکی از بهترین غذا برای کودک نوزاد می باشد. حفظ صحتی مادر و کودک یکی از مسائل افضلیت‌ناک حکومت مملکت به حساب می رود. در دوران صاحب استقلالی دولتی در جمهوری تاجیکستان در سمت تامین و تحکیم سلامتی اهالی و پیشگیری فوت مادر و کودک در زمینه فعالیت ثمربخش ساحه‌ها با برابری به راه ماندن اصول‌های معاصر تشخیص و طبابت تدبیرهای سودمند اندیشیده جهت بلند برداشتن سطح خدمات رسانی طبی به مادر و کودک و پیشگیری فوت استراتژی و برنامه‌های میان مهلت قبول گردیدند که تطبیق آنها بر رشد ساحه امکانیت و زمینه‌های نوی تشخیص و طبابت را فراهم آورد. در شعبه تولد بیمارخانه ناحیوی رقم 1 جماعت خسته‌ورز از ساعت‌های اولی تولد نوزادان با شیر مادر تامین کرده می‌شوند. طرز درست غذادهی به مادران آموخته می‌شود، زیرا کودکانی که شیر طبیعی مادر را زیادتر استعمال می‌کنند قابلیت درک و فهمیش خود را صاحب می‌گردند. امروز در بیمارخانه ما بیمارخانه ناحیوی رقم 1 جماعت خسته‌ورز برای زن‌های حامله‌دار و زن‌هایی که کودک تولد می‌کنند همه شرایط مهیا کرده شده است. از ساعت اولینی که کودک به دنیا می‌آید ما به مادرها فهمانده می‌دهیم که باید که هر یک مادر فرزند خود را با شیر طبیعی خود غذا دهد، برای اون که در ترکیب آن همه مینرال و ویتامین ها آن چیزایی که برای کودک ضرور است همش در ترکیب شیر مادر موجود می باشد. 1000 روز اول حیات کودک این از روز حامله‌داری تا 2 سالگی کودک به حساب می رود که غذای سالم، نگاهبین موافق، انکشاف جسمانی، عقلانی و روحی کودک را در بر میگیرد. تامین نمودن کودک با شیر مادر نه تنها برای مادران و کودکان مهم است، بلکه این عمل سرمایه‌گذاری عاقلانه به عائله نیز به حساب می رود. در ناحیه باباجان غفورov دهه
غذایی طبی کودک رفته ایستاده است در همه مرکزهای سلامتی دهاتی و همه مرکزهای حجره‌های مرکزهای سالمی رپرودوکتیوی ناحیه بیمارخانه‌های ناحیه شعبه‌های تولدی ناحیه دهه غذادهی طبی کودک رفته ایستاده است از آن سبب می باشد که غذای سالم مادر استعمال میکند تنصیحت می باشد. با مهمیت آن که سالمی جامعه سالمی ملت است، متخصصان مرکزی تشکل طرز حیاتی سالمی ناحیه باباجان غفورов بهر حفظ سلامتی پیشگیری ساکنان از هر گونه بیماری‌های سرایتی تدبیرها را جانب نموده با پهن نمودن ورقه‌های اطلاعاتی معرفتی طبی اهالی را بالا میبرند.